ما دیگر وقت انتظار شدن را نداشتیم. کودکان ما چند روز باز گرسنند و ما دیگر یگان راه نداریم جز آنکه به این ماشین‌های بارکش برویم. این را فلسطینی گفت که از ناعلاجی به ماشین‌های کمک‌های غذایی حمله کردند. این ماشین‌ها را دولت صهیونیستی برای نشان دادن گویا کمک کرده است اجازت داد که وارد غزه شوند تا زیر فشارهای کشورهای خارجی خود را بیگناه نشان دهد. با گفته نمایندگان حکومت غزه به شهر 73 ماشین بارکش آمد، اما یگان تای آنها به انبارها و دست مردم نرسید. روز گذشته سربازان اسرائیل یک چند قوطی با خوراک را با هواپیما پرتافتند تا خود را در رسانه‌ها کمک رسان نشان دهند. سردار کلان سازمان ملل متحد برای کمک به گریزدگان فلسطینی فیلیپ لاتزارینی گفت که این پرتافتن کمک از هوا فقط یک فریب است تا مردم فکر کنند که وضعیت خوب شده است در حالی که مردم از گرسنگی میمیرند. او گفت که چنین کمک ها گرسنگی را نمیشکنند. او همچنین گفت که نقشه اسرائیل برای رسانیدن کمک در اصل راه است برای مجبور کردن مردم فلسطین که خانه‌هایشان را ترک کنند و از سرزمین خود بیرون روند.